درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 33. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب 4 باب 2. آخر ما در خانه امان هم کوشش می‌کردیم که حاکم معده خود باشیم و از پی فایده بی محل تکاپو نکردن را محض برای آن یاد گرفتیم که در مورد ضرورت همه این را به منفعت خودمان استفاده بریم. من در اینجا امکان دیگری را نمی بینم که برتری تربیه امان را نسبت به شرایط حاضره بهتر نشان دهیم. کوروش چنین گفت: او را گشتاسپ فارس از جمله حاماتیم ها دستگیری کرده چنین گفت: عجیب می بود کوروش که اگر ما در وقت شکار مدت دراز تنها به خاطر شکار حیوانی درنده، اگرچه آن کم ارزش است، آدم می کردیم که به غذا طاقت نماییم و اکنون که سخن درباره به دست آوردن نعمت بزرگ می رود، در زیر تأثیر احساساتی که آدمان پست را اداره و از جانب برگزیدگان پخش کرده می شوند به اشتباه راه داده برای اجرای وظیفه خود همه کارها را عملی نمی کنیم. همین طور گفت گشتاسپ و همه دیگران سخنان او را معقول دانستند. کوروش باشد در این حال گفت: اینک مادامی که ما در این باره عقیده یک خیله داریم، بگذار هر کس از بین لاخها 5 نفر جنگاوران زیرک را جدا کند. بگذار این جنگاوران در گرد و اطراف اردوگاه گشته خدمتگاران داخل خیمه ها را که برای ما غذا آماده می کنند تعریف و ستایش نمایند. با آنهایی که غمخواری درست ظاهر نمی کنند بگذار سخت‌تر از خواجگان غلامان جزا داده شود. این فرمان را ایشان به اجرا رسانیدند. کتاب 4 باب 3. در این میان گروهی از جنگاوران مادها در راه عرابه های دشمن را به دست آورده سمت حرکتشان را دیگر کردند و آنها را به اردوگاه کوروش بردند.
در بالای آنها همه چیزهایی که برای قوه نظامی ضرور است پر بود. سربازان دیگران فایتونها را با زنان زیبا، زنهای قانونی و کنیزک‌هایی که دشمنان به خاطر زیباییشان با خود می بردند به آنجا روانه ساختند. آخر حتی امروز همه خلق‌هایی که در آسیا استقامت می کنند هنگامی به معرکه حربی رفتنشان همه آن چیزی را که قیمت‌ترین می شمارند همراهشان می گیرند. ایشان مطمئنند که در حضور آدمانی برایشان عزیز شجاع‌تر می جنگند، زیرا به قول آنها برای ضرورت آنها با تمام قوه باید از نزدیکانشان دفاع کنند. شاید این درست باشد، اما احتمالاً آنها به خاطر نفس خود به چنین رفتار دست می زدند. کروش به کارنمایی های مادها و گرکنیان نظر افکنده هم برای خود و هم برای سربازانش آزرده خاطر بودنش را به زور نگاه می داشت. زیرا در این لحظه همه مادها و گرکنیان نسبت به آنها شایسته تر بودند. کارنمایی های جنگی نشان داده غنیمت های بای به دست آوردند، در حالی که کروش و سربازانش مجبور بودند که بی‌فعالیتی ظاهر نمایند. آنها غنیمت های جنگی را آورده به کروش نشان می دادند و باز به تعقیب فراریان باقی مانده می شتافتند و همزمان عرض می نمودند که با فرمان سرورانشان چنین رفتار می کنند. هرچند این همه به کروش ناگوار بود، اما او غنیمت را در اردوگاه جا به جا گذاشت. ولی او باز تاکسی ارخهایش را دعوت نموده جایی را اختیار کرد که از آنجا او را همه شنیده می توانست و چنین گفت: دوستان، به همه باوری دارم. روشن است که اگر ما غنیمت‌هایی را که هم پیمانانمان به دست آورده اند حفظ نماییم، آنگاه حصه پارس ها ثروت کلان خواهد بود. و ما باشد طبیعی است که از همه بیشتر می رسد، زیرا به شرافت سعی و کوشش های ما چنین موفقیت به دست آمده است. اما برای آن که ما توانی مستقلانه تقسیم نمودن غنیمت را داشته باشیم و در حال حاضر بدون کمک بیرونه آن را به دست آوردن نمی توانیم، من تنها یک راهی حل و فصل آن را می بینم. جنگاوران سواره پارسی خودمان را تشکیل می دهیم. در این حال به مطلب زیرین توجه نمایید. ما پارس ها سلاح هایی داریم که به نظر ما برای نبردها در مسافه نزدیک موافقند. با این سلاح ما می توانیم دشمن را به گریز وادار نماییم. اما آیا ما در آن صورت رقیب فراری سواره ها، کمانوران، پلتست ها، نیزه پرتایان را به جنگاوران سواره دستگیر یا نابود کرده می توانیم؟ و کدام دشمن می ترسد که به ما حمله کند و یا به ما ضرر رساند، ناوابسته از آن که او کمانور، نیزه انداز یا سواره باشد؟ اگر معلوم باشد که از جانب ما به او خطری بیشتر از درختان در زمین نشأ و نما یافته تهدید نمی کند؟ از بس که کار چنین است مگر روشن نیست؟ سوارانی که به لشکر ما متعلقند تمام غنیمت‌های به دستشان افتاده را به حد ما و از این هم بیشتر از آن خود می دانند. قسم به نام زیوس، همه این محض با سبب مذکور ناگزیر است. اما اگر ما جنگاوران سواره خودمان را سازمان دهیم که
از سواره مادها کمتر نباشد، پس البته می توانیم با دشمنان به هم پیمانهایمان مبارزه بریم، مانند آنکه حالا ما دشمنان را تنها با یاری آنها مغلوب می سازیم. آنگاه آنها نسبت به ما خیلی خاکسارانه تر رفتار خواهند کرد. نوابسته از آن که آنها می خواهند به لشکر ما همراه شوند یا نه، ما در این باره خیلی کم غمخواری می کنیم و به کمک آنها کاملا از عهده این کار خواهیم برآمد. از این رو باور دارم کسی اعتراض ندارد که برای ما پارس‌ها صاحبیت به جنگاوران سواره خودی بسیار مهم است. اما شاید شما در حیرت مانید که چطور این کار را به انجام رسانیدن ممکن است؟ بیایید ببینیم. اگر ما جنگاوران سواره بنیاد کردنی باشیم، برای آن ما چگونه شرط و شرایط داریم و کدام چیزها برای آن نمی رسد؟ در اردوگاه دشمن ما اسبها ابزارهای زیادشان را که با آنها اسبها را لجام میزنند و این چنین تجهیزات دیگر را برای جنگاوران سواره غنیمت گرفته ایم. ما این چنین سلاح‌هایی داریم که با آنها سواره‌گردان نیاز دارند. جوشن‌ها برای محافظت بدن، نیزه‌هایی که ما می توانیم پرتاب کنیم و یا برای جنگ در مسافه نزدیک به کار بریم. پس به ما چی نمی رسد؟ معلوم است که خود آدمان ضرورند، اما ما دارای محض شماره کافی آدمان می باشیم که به این سبب نمی توانیم بجز از خودمان به کسی دیگر بیشتر تکیه کنیم. شاید کسی گوید که ما مهارت اسب سواری را نداریم، اما قسم به نام زیوس که حتی سواران ماهرترین این هنر را در حال یاد نگرفتند. شاید کسی دیگر اعتراض کند که بعضی آدمان اسب سواری را از دوره کودکیشان یاد گرفتند، اما آیا کودکان نسبت به کلانسالان قابلیت درک بیشتری آن را دارند که به آنها نشان داده و یا نقل کرده می شود؟ و کدامی آنها کودک یا آدم کلانسال در باب آن که هر چیزی آموخته اش را در عمل تطبیق می کند پرطاقت تر است؟ و در مورد فراغت ضروری برای تعلیم باید گفت که ما هم برای کودکان و مردان برکمال فرصت بیشتری آن را داریم، زیرا که ما و مثل بچگان از کمان تیرپرانی یاد نمی گیریم. ما آن را کیها یاد گرفته ایم. عیناً همین طور به ما لازم نیست که تیراندازی را یاد گیریم، زیرا ما از عهده آن می براییم، در حالی که دیگران مجبورند که تمام وقت خود را به دهقانی، هنرمندی یا دیگر کارهای روزگار صرف کنند، اما ما به این همه نیاز نداریم. کار حربی نه تنها تمام وقت خالی ما را می گیرد، بلکه کسب ما هم به حساب می رود. در برابر این کار در اینجا به مثل اجرای مشق‌های دیگری حربی نیست که آنها هرچند فایده‌ناک باشند هم خیلی پرمشقتند. مگر سواره به سفر برآمدن از پیاده رفتن گواراتر نیست؟ و آیا خوب نیست که زود به زیارت دوستت رسی هنگامی که برایت فوراً دیدن او لازم می آید؟ یا هنگام تعقیب آدم و یا حیوانی وحشی تیزتر برسی؟ و مگر قلی نیست که اسب نه تنها سواره بلکه سلاحی او را هم می برد، در حالی که جنگاوری پیاده مجبورند آن را به دوشش گرفته برند، زیرا که اسلحه به دست گرفتن و برداشته بردن آن یک چیز نیست. اگر کسی بترسد که ما به جنگ اسب سوار پیش از آن که آن را به طور کامل یاد گیریم
وارد کردیم و آن که اگر از جنگاوران پیاده‌گرد بودنمان دست کشیم سوارگردان خوب هم نخواهیم شد، پس از این وضعیت نیز راهی برآمد را یافتن ممکن است. فقط خواهش داشتن لازم است و ما فوراً از سوار اسب پیاده می شویم و همین طور مبارزه را دوام می دهیم. چون که هنری جنگی را در قطار اسب سواران یاد گرفته، خدمت نظامی را در قطار جنگاوران پیاده‌گرد فراموش نمی کنیم. کوروش چنین گفت. خریسنت او را با سخنان زیرین دستگیری کرد. رغبت من برای آموختن هنری اسب سواری آنقدر زیاد است که به نظرم اگر سواره شوم بالهای پرواز پیدا خواهم کرد. حالا من الکی خوشحالم که اگر با کسی سبقت نمایم حد اقل یک سر از او پیش می گذرم و اگر حیوانی وحشی از پیشم گذرد می توانم که با تمام قوت تلاش کرده او را با نیزه زنم و یا پیش از آن که گریزد آن را با کمان می پرانم. اما اگر در بالای اسب بنشینم دشمن را هنگام به دایره نظرم غلطیدن او نابود کرده می توانم. من می توانم که حیوانهای وحشی را تعقیب کرده بعضیشان را با دست خود بکشم و بعضی دیگری آنها را با نیزه زنم، حتی اگر در جایشان توقف کرده باشند. چون که اسب و حیوان وحشی تیزدو باشند هم هنگامی در پهلویمان قرار گرفتنشان به نظر بی حرکت می رسند. در بین موجودات زنده علاوه نمود او از همه بیشتر به گیپاکینتاورها حسد می برم. اگر آنها در حقیقت چنان تولد یافته باشند که مثل آدمان اندیشه رانده توانند، مانند آدمان هر کار ضروری را با دستان خود بجا آورند و علاوه بر این قوه توانا و سرعت اسب را داشته باشند تا که به هر کسی که از دست آنها می گریزد رسیده توانند و آنهایی را که سد راه آنها می گردند به عقب نشینی مجبور سازد. اما در بالای اسب سوار شده من هم قابلیت اجرای همه این کارها را پیدا خواهم کرد. به شرافت عقل انسانیم همه چیز را پیش بینی کرده می توانم. در دستم سلاح می گیرم و اسب سوار تعقیب کرده می توانم و با فشاری با سرعت اسب هر یک دشمن را تارومار می کنم. اما در عین زمان من همراه با اسب خود مثل گیپاکینتاورها به وایه نمی رسم و این نظر به یک رخت شوی با اسب خیلی قلیع تر است. طوری که باوری دارم گیپاکینتاورها از بسیار نعمت‌هایی که برای انسان آفریده شده اند و در برابر این از لذت‌های زیاد که طبیعت برای اسب‌ها پیش بینی کرده است بهره برده نتوانستند. چون اسب سواری را یاد گرفتم به اسبم سوار شده مثل گیپاکینتاور عمل می کنم و شتاب نموده می توانم مثل همه آدمان خوراک بخورم، خواب کنم و لباسم را پوشم. مگر من چیزی دیگری بوده می توانم به جز آن که اگر همچون گیپاکینتاوری فصل شونده و از نو وصل شونده یکی از قسمهای ترکیبی گیپاکینتاور باشم. شما گفتار 33 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.